واقعا نمیشه به مولانا گفت شاعر. یه چیزی بالاتر از هر صفتی. آمدم که تا به خود گوشکشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم، بر دل و جان نشانمت. گوی منی و میدوی در چوگان حکم من، در پی تو همی دوم گرچه که میدوانمت. فلسفه است اسماعیلا. میبینیم کی فاعل اینجا، کی قاهره، کی مقهوره، کدوممون اختیار اون یکی رو به دست داریم؟ درسته من با این چوگان میزنم گوی رو هر طرف میخوام ببرم، ولی دنبال این گوی دارم میدوام، اون داره منو میکشه دنبال خودش. گوی منی و میدوی در چوگان حکم من، در پی تو همی دوم گرچه که میدوانمت. فوق‌العاده است.